آقای دکتر، همسر من بیکار شده. دوره نامزدی هستیم. آیا زیر یک سقف بریم یا نه؟ نکنید چند تا مسئله داره سوال شما. نکته اول، چه مدتی شما دوره نامزدی هستین؟ نامزدایی که مثلا 6 ماه تو این دوران هستن با افرادی که 6 ساله تو این دوران هستن قضیهشون یه مقداری فرق میکنه. اگر تازه وارد این دوران شدین، به نظر من تا اینکه شوهرتون دوباره باز کاروبارش سامانی بگیره یه مقداری صبر بکنید، میتونه خوبتر باشه. دو، ممکنه شما بگین همسر من مدام از این شغل به اون شغل میره. مسئله من پول نیست، مسئله من ثبات شغلی همسرمه. این عدم ثباتش منو نگران کرده. من زیر یک سقف باش برم چون احتمال داره این عدم ثباتش منو اینقدر آسیب بزنه که ازش جدا شم. اگر چنین موضوعی برای شما وجود داره، این احتیاط وجود دارد، محل توجه هست. یکی از نشانگان افرادی که ممکنه یک سری مشکلات روانشناختی رو تجربه بکنن اینه که ثبات شغلی ندارن. مثلا توی 5 سال گذشته زندگیش نگاه میکنی 10 تا شغل عوض کرده، هر جا میره 2 روز بعد با جنگی، دعوایی، نارضایتی رها میکنه. حالا ممکنه اون وسط یک بی‌مسئولیتی بزرگی باشه، ممکنه اختلال شخصیتی باشه یا هر مسئله دیگه‌ای. اگر چنین حالتی وجود داره، من پیشنهاد میکنم حتما با یک مشاور متخصص در ارتباط باشید. شما، همسرتون و رابطه فیما بینتون یک ارزیابی و بررسی تخصصی بشه. اگر مشکلی نبود، اون وقت برید زیر یک سقف. یه موقع هست میگین نه آقای دکتر، هیچ کدوم از این حالت ها نیست، من و همسرم رابطمون با هم خوبه، تقریبا یک دوره 1.5 سال 2 سالی توی دوره عقد یا نامزدی بودیم، الان میخوام بریم زیر یک سقف. همسر منم اینطور نیست که 10 تا شغل عوض کرده باشه، یک شغل داشته، اونم از کار بیکار شده. اینجا من توصیه میکنم اگر امکانش هست نگران نباشید، زیر یک سقف برید. اگر همسرتون وقتی شما رو بیشتر میبینه، هر شب کنار همین احساس خوب و خوش بیشتری تجربه میکنه، همون احساس خوب و خوش باعث میشه همسر شما امید، انگیزه، مسئولیت پذیری، هنر آموزی و تلاش و کوششش برای کار و کسب، فعالیت جدید افزایش پیدا بکنه. نگران نباشید، زیر یک سقف برید، همسرتون رو ساپورت کنید و تلاش کنید در یافتن شغل و کار جدید.